دیگر احتیاج به کتاب های متکلم ها، اهل کلام و فلسفه و منطقی ها، از جهمی ها و معطله ها، از اشعری ها و ماتریدی ها نشود. بنابر یک نعمت خیلی بزرگ است که انسان کتاب های اعتقاد اهل سنت، اهل حدیث، اهل اثر را بداند، تا اینکه محتاج عقیده نسفی یا عقیده سنوسی یا جوهر التوحید اشعری اینها نشود. به خاطر همین اعلموا رحمنا الله و ایاکم، بدانید امام ابوبکر اسماعیلی میگوید که از عصر سه اسلام هست، اعلموا بدانید الله رحمت کنه ما و شما را. وقتی الله بنده را رحم کنه، در این دنیا از معصیت و گناه حفظش میکنه، نگهش میداره و گناهاش میبخشه، و در آخرت از عذاب آخرت او را نگه میداره و داخل جنتش میکنه. ان مذهب، این که مذهب اهل حدیث اهل سنت و الجماعت، بعد ذکر میکنه توحید